فایری سفر هستم و در برنامه خبری و تحلیلی رادیو آزادی همراه شما. در ابتدا نگاهی به عنوان چندی از خبر و گزارش‌های برنامه. پیدا نکردن شهرت اسمتالویف یک از بانکداران مهم تاجیکستان حدس و گمان‌ها را درباره ربودن او زیادتر می‌کند. ممکن برای دهان او را خاموش کردن او را بوده شده است، ولی نه برای طلب کردن مبلغ. آتش زدن این نسخه از کتاب قرآن در شویتس خشم ترکیه را برانگیخت و ممکن است کشمکش و بحث در داخل ناتو را زیاد کند. کشاورزان فرخار نمیدانند خرسندی کنند و یا غمگین باشند. حاصل زیاد گرفتند اما فایده دلخواهشان را به دست نمیارند. امسال نرخ نوای تربوز خیلی پست است، خیلی ارزان است. از پارینه سال گذشته نیم نرخ است. برای یافتنش $30,000 جایزه اعلان کردند. عکس گمانبران احتمالی را هم نشر نمودند، ولی با گذشت یک هفته از شهرت اسمتالویف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان درکی نیست. مقامات به جستجو ادامه میدهند، ولی فرضیه‌های گوناگونی از طرف کی و چرا ربوده شدن او نیز زیاد می شود. میرزا نبی خالقزاد در این باره با چند نفر صحبت کرد. ربوده شدن شهرت اسمتالویف معاون اول رئیس آریان بانک در دایره آگاهان و کارشناسان حدس و گمان‌های را به میان گذاشت. بانکدار تاجیک را شب 23 ایون از نزد منزل زیستش 4 نفر ناشناس ربودند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حادثه را آدم ربایی از جانب گروه متشکل ناشناس خواند، ولی در دایره کارشناسان فرضیه‌های گوناگونی صدا می‌دهد. با در نظر داشت واقعیت تاجیکستان و شخصیتی که ربوده شد، نه هر کی جرأت و شجاعت دارد که به این گونه کردار جنایتی که حالتهای وزنین کننده دارد دست زند. بنابراین به خلاصه آمده ممکن است که یا این کار دایره های متشکل جنایتی در ردیف برخورد منفعت های سطح بلند مقامات قدرتی و حفظ حقوق تا که نتیجه آن باعث نگرانی رهبری سیاسی کشور شود و رهبران را در سطح شاید مقامات امنیتی، کارهای داخلی یا دادستان نیکول برکنار کردن. مقامات اعلام کرده است که کسانی که در آشکار نمودن عاملان ربودنی و مساعدت می‌کنند $30,000 مکافات خواهند گرفت. بعضی حقوقدانها بر این نظرند که ربودنی او با مقصد طلب مبلغ صورت نگرفته است. این شخص شهرت اسمتالویف بتوانیم بگوییم که یکی از خزینه چی‌ها و خزینه دارهای نزدیکی به عائله حساب می‌شود و درباره همون مخینات‌ها و گردش غیر قانونی اموال و مال و پول و دزدی بودجه و دیگر مخینات‌های مالی خبردار هست. ممکن برای دهان او را خاموش کردن او را بوده شده است. برخی آگاهان تاکید می‌کنند که ربوده شدن شهرت اسمتالویف امنیت ساکنان را در کشور زیر سوال می‌برد. اگر جناب امام علی رحمان با خودش صادق باشد، مطمئنا می‌داند که در کشور متاسفانه ثباتی که همچون شعار پخش میشد و از جانب اونم گفته میشد متاسفانه وجود ندارد. یک ثبات نما، یعنی یک رویاگونه، یک حالتی که مثلا گویا هست اما در اصل در داخل یک آرامشی پیش از اسیان، پیش از طوفان، آرامشی که میتوند همه چیز برهم بزند. چنین یک آرامش مشاهده میشه در جامعه ما، چون اون از همه بهتر میدوند که افراد خانواده‌اش، فرزنداش، نبیره‌هاش، داماداش، اونو خش تبار خداها و انده ها و اینا همه در حالتی بی‌حدودی، یک معنی که همه چیز زیر پا کردن، نقض همه چیز در این حالت، یعنی که بسپریدل اگر روسی بگویم در حالت بسپریدلن و اونا هر کاری میتونن بکنن، هیچ گونه ثبات امنیت وجود ندارد. شهرت اسمتالویف 49 ساله برادر دلشاد اسمتالله‌زاده رئیس سابق شرکت تاجیک ایر از افراد نزدیک حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان می باشد. و سالها باز معاون اول رئیس آریان بانک بود و به گفته آگاهان عملاً کار این بانک را او پیش می برد.
رو میاریم به مسائل بین المللی. آتش زدن نسخه از کتاب قرآن در شهر استکهلم مرکز شویتسر واکنش‌های گسترده و تند را در بعضی از کشورهای اسلامی و مسلمان نشین به بار آورد. مقامات ترکیه این عمل را محکوم کردند. تحلیلگران میگویند این واقعه احتمالاً به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دستک خواهد داد که بعد درخواست شویتسر برای پیوستن به پیمان نظامی ناتو نمیگوید. گزارش صدای آمریکا را در این باره همکارم کیومرسیتا تقدیم میکند. لحظه پیش از سوزاندن نسخه قرآن در نزد مسجد مرکزی استکهلم، مانع آخرین برای پیوستن شویتسر به ناتو. ترکیه که عضو این پیمان است، سوزاندن کتاب مقدس مسلمان ها را در شویتسر نفرت انگیز خواند و محکوم کرد. رجب طیب اردوغان از حادثه ماه ینور امسال در استکهلم یاد آورد که آن زمان نیز نسخه از قرآن را سوزاندند و او به پیوستن شویتسر به ناتو مخالفت کرد. به نظر بعضی از تحلیلگران، پیروزی اردوغان در انتخابات ماه می موقع او را در مذاکرات با اعضای ناتو قوی تر کرده. ما این گونه موضع‌گیری را ظاهراً زیادتر می‌بینیم. اردوغان با الهام گرفتن از پیروزی و نبودن انتخابات در 5 سال آینده قیمت ترکیه را برای قبول شویتسر به ناتو بالاتر میبرد. اردوغان از قبل مخالف پیوستن شویتسر به ناتو بود، چون این کشور را به پشتیبانی از جدایی طلبان کرد متهم میکند، گروهی که ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناختند. رئیس جمهوری ترکیه میخواهد استکهلم پشتیبانی را از حزب کارگری کردستان بس کرده اعضا و پیروانش را به انکره سپارد. وزیر کارهای خارجه شویتسر روز سه‌شنبه گفت که حکومت به درخواست‌های امنیتی انکره پاسخ داد. تحلیلگران میگویند کلید حل مسئله در دست واشنگتن است. ترکیه میخواهد امریکا به فروش هواپیماهای جنگی F-16 و سیستم‌های معاصر برای نو کردن سپاه بحریش اجازت بدهد. در نهایت آنها زبان می‌یابند. امریکا هواپیماهای نو F-16 می‌دهد و مدرنیزاسیون آنها را فراهم می‌کند. فکر نمی‌کنم ترکیه روند توسعه ناتو را باز دارد. اما در حال حاضر هرچی بیشتر عضویت شویتسر به تأخیر گذاشته شود، همان اندازه به نفع روسیه است. پرزیدنت جو بایدن از فروش هواپیماهای جنگی به ترکیه پشتیبانی کرد، اما میتواند که مانع‌های دیگر پیش بیاید. تحلیلگران میگویند اردوغان همچنین امیدوار است که در عوض رضایتش به پیوستن شویتسر به ناتو به واشنگتن دعوت شود. وعده دادند که در ترکیه پرستار می شود، اما غلام جنسی شد. یک ساکن اوشی قرقیزستان به لایحه میگرانت میدیا قصه کرد که چگونه او را هموطنانش به ترکیه بردند و به تن فروشی مجبور کردند. او دیرتر توانست گریخته به قرقیزستان به وطنش برگردد، اما در کشورش هم کسی از حقوق او دفاع کردن نمیخواهد. گزارش شعلای گلخوجه در همین باره است. دیانای 26 ساله با فریب قلابون باور کرده در ترکیه با سوء استفاده جنسی روبرو گشت. وی میگوید این بدبختی در زادگاهش اوش آغاز یافت. شاهزاده نام یک شناسش به دیانا پیشنهاد کرد که به استانبول رود، زنی سال خورده را نگاهبین کند و معاش خوب بگیرد. وی به من میگفت چرا با 2 کودک بیکار میشینی؟ بیا به استانبول میرویم، پول کار میکنیم، خانه میخریم. گفت که به من کاری مناسبی پیدا میکند و اطمینان داد که در آنجا پول خوب مییابم. اما چند روز پس از رسیدن به ترکیه او فهمید که کسی را پرستاری نمیکند. حجت‌هایش را از دستش گرفتند. ما با کومکاپی محله در استانبول آمدیم.
درباره کار چیزی نمیگفت. 2 روز مرا به تماشای شهر برد. وقتی روز سیوم صبح از خواب خستم شناسنامه‌ام را نیافتم. امیده برایم گفت که حجت‌هایم در دست اوست و مرا از مولوده با پول خوب خریده است و از من طلب نمود که باید پولهای او را کار کرده برگردانم. بعد این به حجره 2 جوان در آمده مرا به بوغی کردن آغاز نمودند. تهدید کردند که اگر پولشون را کار نکنم میکشند. بعد 1 هفته دیانا با کمک یک مرد شناسش توانست فرار کند. او به پلیس مراجعه نمود. پس از چند کارمندان کنسولگری کمکش کردند که به وطن برگردد. من هرگز او را چنین ندیده بودم. او در عائله از همه‌خوردی و همیشه بالیده روح بود. در حالت افسردگی قرار داشت. وی حتی از من خواهش کرد که لباسهایش را به فرودگاه بیارم، زیرا از ظاهر شدن در نزد والدین با لباسهایی در تن داشته‌اش شرم می داشت. وقتی شوهرش از سرگذشتی به غلامی شهوانی افتیدنش خبر یافت، گفت که طلاقش می‌دهد. شوهرم در مسکو کار میکند و دیگر به من زنگ نمیزند. من از نگاه کردن به چشمان او و کودکانم شرم میدارم. چرا این حادثه با من رخ داد؟ شوهرم گفت که مرا نمیبخشد. از من جدا میشود. میگوید که میتواند کودکان را از من بگیرد. نزدیکان دیانا برای به جوابگری کشیدن افرادی که او را به غلامی فروختند به پلیس قرقیزستان مراجعه کردند، اما مقامات حفظی حقوق پرونده جنایتی نگشودند. ضمن تفتیش پیشکی یگان دلیل صادر نمودن کردارهای جنایی از جانب شهروندی که گویا او را به غلامی شهوانی فروخته است آشکار نشده است. آغاز پرونده جنایی رد و موادها برای شناسایی به دادستانی ناحیه فرستاده شده. وزیر روانی دیانا باعث نگرانی پیوندانش است. این زن نه تنها از طرف مقامات حفظی حقوق بلکه شوهرش نیز حمایت نشد. برمیگردیم به تاجیکستان. سال گذشته مردم از کمچین و گران بودن شکایت داشتند. امسال دهقانها از ارزان شدنش. در ناحیه فرخار موسم جمع‌آوری تربوز و خربوزه جریان دارد. قسمی را از دهقانان خریده به بلاروس بردند، قسمی را در بازارهای داخلی می‌فروشند. محمود جان رحمتزاده به سر پلک یکی از کشاورزان فرخار رفت. در ناحیه فرخار کشاورزان با پرورش تربوز و خربوزه مشغول هستند. این ناحیه به عنوان یک از مناطق برجسته تاجیکستان در تولید این محصولات شناخته می شود. سال نیست که فروشنده ها از تمام مناطق تاجیکستان برای خرید تربوز اینجا نآیند. حالا شریف سعیدوف با ماشینش تربوز و خربوزه بار کرده ایستاده است. او باید تربوز و خربوزه را به ناحیه خوالینگ برد. همین هفته در 2 بار میبریم اونجا. خیلی تربوز خوب که هسته تیز میره و با میگیریم میریم. خلق هم آموخته شده اگه تربوز شیرین بعدی که هم میگیرن میبینن که شیرین های سوزه با 2 فرق دیگر ببینن با کلینت هم با بسیارتر میشه. ماشینی بارکشی را در همه زمین دیدن ممکن است. دهقانان امسال حاصلی بیشتر گرفتند. سلیمان دوستیوف امسال در 10 هکتار خربوز و تربوز کشت کرده است. خریداران الکی 2 بار از زمینش تربوز و خربوزه را آمده بردند. کلانترین تربوز سلیمان تا 35 کیلو وزن داشته است. با گفته سلیمان حاصل زیاد به نرخ و نوای تربوز و خربوزه تاثیر گذاشته است. از سال گذشته فرق کلان دارد. امسال نرخ نوای تربوز خیلی پست است، خیلی ارزان است. از پارینه سال گذشته نیم نرخ است. سال گذشته 14-15 سامان بود سر زمین، امسال هم 8 سامان 10 سامان شده سر زمین. مقامات فرخار گفتند امسال حاصل تربوز در ناحیه فراوان است. تربوز را حتی به بلاروس صادرات کرده اند. حاصل ما 10 سامانی گرفتم هر یک. حالا اساساً از ناحیه‌های گرم ولایت ختلان خربوز و تربوز را وارد بازار میکنند. نرخ تربوز از 5 تا 10 سامانی است. ساکنان میگن در مقایسه با سال گذشته نرخ تربوز و خربوزه تا جای دسترس است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار. اخبار آزادی به پایان رسید. از آنکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. خبر و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org.